اسمشون؟ گلنسا عزتی. متولدی چه سالی؟ 1320. مدارک آوردین؟ بله بفرمایید. فرمودید شهریه‌اش چقدر میشه؟ عرض کردم مای 600 تومن. اون تو چون ایشون لگنی هستن 50 تومن بیشتر میشه. میشه برای 10 سال رو حساب کنیم؟ برای 10 سال؟ البته میدونید هر سال شهریه‌های مقدار بالا میره. با این حال اگه ما بخوام یه کوچولو حساب کنیم میشود به عبارتی 78 میلیون. حالا یک کمی بالا پایین. بفرمایید. فقط ازتون میخوام مثل مادر خودتون ازش مراقبت کنید. بله خیالتون راحت باشه. داروهاشو سر وقت بهش بدید، به خصوص زیرزبونیاشو. اگه مامان بعد از 10 سال زنده بود به این آقا زنگ بزنید، دوست منه. یه خونه بهش سپردم که اگه نیاز شد میفروشه و باقی هزینه ها رو میده. تو این مدت هم اون سر میزنه به مامان. کم و کسی بود بهش بگید. خودم هم تا جایی که بشه سر میزنه. دیگه کاری نمونده؟ نه قربان خیالتون راحت.